درود به همگی. این قسمت در مورد 5 تا از حیواناتیه که فضولاتی با ارزش‌تر از طلا دارن. ممنونم که تا آخر این ویدیو همراهی میکنید. مورد اول، سرگین پرنده ژاکو. قهوه پرنده ژاکو یکی از گرونترین قهوه‌ایه که از فضولات این پرنده تهیه میشه. همونطوری که از اسمش پیداست، از مدفوع پرنده ژاکوی وحشی که در برزیل زندگی میکنه درست میشه. یک کشاورز برزیلی بعد از اینکه متوجه شد ژاکو از دانه‌های قهوه تغذیه میکنه، این پرنده رو ردیابی میکنه و مدفوعش رو بررسی کرد که در سال 2006 برای اولین بار قهوه پرنده ژاکو منتشر شد که 1 کیلوگرم از اون 700 پوند قیمت داشت و جزو بهترین قهوه‌های جهان محسوب میشه. چون اینو پرندگان فقط رسیده ترین دانه‌های قهوه رو میخورن و معمولاً از زردآلو و انواع توت ها هم مصرف میکنن و قهوه طعمی شبیه به آجیل داره. مورد دوم، پانداها هستن که از مدفوعشون به عنوان کود برای گیاهان و چای استفاده میشه که حتی در سال 2011 یک شخص چینی به نام آن حق ثبت اختراعش رو دریافت کرد. به گفته استاد آن، چای ساخته شده از گیاهان بارور شده با مدفوع پاندا از سرطان جلوگیری میکنه. همین ادعا باعث شد که سود هنگفتی با فروشش به دست بیاره. هرچند از لحاظ علمی هرگز ثابت نشد، اما همچنان این روند ادامه داره. مورد سوم، کوپیلووا که یکی دیگه از گرونترین قهوه‌های دنیاست که یک فنجان از اون در سال 2015 در ایالات متحده $90 فروخته شد. در این مورد قهوه با دانه‌های نیمه هضم شده ی حیوانی به نام گربه سیوه تهیه میشه. از این حیوان در اندونزی و فیلیپین سودهای بسیاری میشه که با حبس کردن سیوت‌ها و خوراندن قهوه به این حیوانات، این نوع قهوه رو به بازار عرضه میکنن. قسمت تلخ ماجرا اینجاست که این نوع حیوانات در حبس واکنش خودزنی نشون میدن و کلی اذیت میشن. به هر حال انسان‌ها بیشتر به فکر منافع خودشون هستن. مورد چهارم، فیل‌هایی که در مثلث طلایی تایلند زندگی میکنن برای تهیه گرونترین قهوه دنیا استفاده میشن. این قهوه به عاج سیاه معروفه که دانه‌های قهوه از مدفوع این فیل‌ها برداشت میشه. 1 پوند قهوه سیاه عاج که به بلک آیوری شهرت داره در سال 2012 به قیمت $500 فروخته میشه که در اون زمان قیمت یک فنجانش $50 بوده. این قهوه طعم مشخص و غیر تلخی داره چون دانه ها توسط اسیدهای موجود در معده فیل پردازش میشه و طعمش به دلیل نیشکر و موز تغییر پیدا کرده. مورد پنجم، نهنگ‌ها. شاید باورش سخت باشه اما استفراغ این حیوان از طلا هم با ارزش تره. این ماده از طریق وال نهنگ عنبر با بلعیدن آبزیانی که بخش هضم نشده از اون در روده این موجود به جا میمونه، ماده‌ای به نام عنبر تولید میکنه که از طریق استفراغش دفع میشه. در ابتدا نرم با بوی شدید مدفوعه که با گذشت زمان بر اثر هوازدگی و آفتاب به جسم سخت با رایحه عجیب تبدیل میشه که هر کیلو از اون به ارزش $70,000. معمولاً این سنگ با ارزش روی آب دریا شناوره یا که در اطراف سواحل پیدا میشه. علت گرونیش هم اینه که در برندهای لوکس صنعت عطرسازی به عنوان ماندگاری عطرها استفاده میشه و همچنین در صنعت دارویی کاربرد داره.